ملامت نکنی که عیسویا بد هستن. ما و تو چی کردیم؟ رای مستقیم قرآن چرا ترک کردیم؟ دیگه طرف روان هستیم. دوم، فاختلف الاحزاب، اختلاف کردن گروه ها. یهود یک طرف کشاندن، نصارا دیگه طرف کشاندن، بینهم ده بین خودشان. نصارا گرفتن غلوه کردن در حق عیسی علیه السلام، رای افراط در پیش گرفتن. عیسی علیه السلام الله معرفی کردن، نعوذ بالله مستحق عبادت دانستن، در مرتبه الوهیت بالا کردن شه. لیکن برخلاف یهود خیستن، نعوذ بالله متهم کردن مریم بیبی را، مادرش خودش میگه مریم زنا کرده، نعوذ بالله ای ولد و زناست. در صدد قتل عیسی علیه السلام برآمدن یا تفرید کردن. شما در نمازهایتان میگی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، امی دعا را کرده رایسته. امروز ما امی تفریدها و افراط نیست. اولیاء را بعضی در مرتبه الوهیت رسانده و بعضی انسانای عادی فکر میکنن. عجیب نیست؟ چرا تو راه مستقیم باید در پیش بگیری؟ فویل للذین، هلاکت و بربادی باشد به کسانی که ظلم کردن. ظلم دو قسم، از حد تجاوز کردن، یا به کمی یا به زیادتی. در کمی هم ظلم گفته میشه، اگر زیادت کردم. من عذاب یوم علیم، از عذاب روزی دردناک. هل ینظرون، این مردم چرا به هوش نمیاد؟ تا کیه؟ انتظار چی را داره؟ بازم تفکر در دلایل نداره، بازم خود آماده نمیکنه، بازم جور نمیشه. مسلمانای ما چرا جور نمیشه؟ چرا انتظار داره؟ قرآن امیر میگه هل ینظرون، هل به معنای ماست، ما ینظرون انتظار نداره، الا ساعت، بجز از آمدن قیامت. ان تأتیهم، که بیا برشان بغتة ناگهان، و هم لا یشعرون، در حالی که یا احساس آمدن قیامت هم نداشتن. بسیار حالت دردناک است، خیلی دردناک. چرا؟ که نه بازگشته میتونی، نه موقع توبه، نه آمادگی داری و نه بازگشته میتونی. در این موقع حالت برسه در بدر خاک بسر میشی. هر کدام ما قیامت ما مرگ ماست، برای ما پیش است. تا که بشینیم پلکک زده میریم که کی ما عقیده خود جور میکنم. هنوزم تو تأمل میکنی، هنوزم تو قرار نشسته یا آمادگی برای آخرتت نمیگیری، عقیده تا درست نمیکنی. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، ای بندگانی ما چی شد؟ الاخلاء یومئذ، دوستا که در دنیا یکی از دیگه فداکاری میکردن، سری دوستی خود میماند. یومئذ در تو روز بعضهم لبعض عدو، بعضی از یا برای بعضی دیگرها سخت دشمن است. بلکه باری یکی دیگه خود سری دیگه مندازه، او میگه که تو مرا در این حالت رساندی، و میگه نه تو تابعداری مرا کردی، مرا پیر صاحب دستایش مرا بوسه کردی، در بدر کردی. اگر تو بوسه نمیکردی من آدم عادی بودم، خود تو مرا بالا بردی. الا المتقین، بجز از متقین. متقین در اونجا هم دوستیشان چیسته به دردخور است. چرا؟ محور دوستی از یا ارزش های جاودانی، ارزش های دوامدار بود. کدام بود؟ عقیده، یکتا پرستی الله تبارک و تعالی، تابعداری سنت رسول الله، یا ارزش های واقعا جاودان است. پس وقتی که دوستیشان به مبنای ارزش جاودان است، دوستی جاودان هم کمایی کرده، در آخرت هم دوستی منقطع نمیشه. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، چی پیام جالب الله برای بندگان خود میگه. در حقیقت توصیف متقین نمیکنه. متقین کدام مردم است؟ اما مردمانی است که الله برشان آواز میده، آواز الله برشان میشه. چی رقم آواز؟ یا عباد، بندگان ما. بعد دیگه کس بندگی نکرده، در هر مشکل توجه طرف ما بود، در هر موقع عبادتت برای ما بود. الله اکبر. اینی طور بنده، اینی را بنده میگه. چی یک آواز الله نصیب ما کنه که آواز الله را بشنویم. لا خوف علیکم، نیست خوف ترس بالای شما، الیوم ای روز، ولا انتم تحزنون، نیست شما غمگین. خوف سرتان نیست، چرا که نافرمانی اندک نکرده، اینطور کاری را شما نکرده که از او بترسه. ولا انتم تحزنون، غمگین هم نیسته. اونطور چیزی که موجب ثواب و غنیمت است از پیشتان باقی نمانده. با فوت شمالی غمگین نمیشه که فلانی چیز از پیشم چی شده؟ فوت شده، نشده. الذین، متقین کسانی است. چقدر خوب تعریف میکنه متقین. الذین، مردمای آمنو، که ایمان آورده، تصدیق میکنه، دلشان خوب پر شده، محکم شده بیایاتنا، بجا گزین شدن دلایل توحید ما، قلبش پر شده از دلایل توحید. همینطور خو کانوا مسلمین، از نگاه قلب و عقیده در اون مرحله، از نگاه انقیاد ظاهری چی رقم است؟ و کانوا هستن مسلمین، با تمام دل و جان تسلیم به نظام الله، خود به الله تسلیم کرده. اینی را میگه متقین، اینی را تعریف متقین میگه. اگر امی رقم شوه، او نموسته که الله آواز میده
چی آواز میده؟ الله اکبر. ادخل الجنت، داخل شوید جنت. چقدر آواز شیرین باشه. ها؟ ادخل الجنت، داخل شوید جنت. انتم شما و ازواجکم، همسران شما، تحبرون، شاد گردانیده شده، تحبرون خیلی شادمان داخل شوید. کدام همسرا؟ بله اینجا هر همسر نیست. کدام همسر است؟ قرآن میگه انتم و ازواجکم، تم تسلیم به الله بودی، عقیده و ایمانی در قلبت پخته بود، همسرت امیر رقم ایمان پخته داشت، تسلیم به نظام الله بود. موقع حجاب آمد حجاب کرد، فقر آمد فقر پذیرفت، موقع نعمت آمد شکرگزاری الله را کرد، در دعوت قطی تو شانه به شانه دعوت پیش برد، رنج و غم قطی تو شریک کرد. الله اکبر. اون تو همسر، اون تو همسر که در غم و مصیبت های دنیا قطت شریک بود، در خوشحالی آخرت قطت شریک باشه. یطاف علیهم بصحاف، گردانیده می شود علیهم بالای نمیتور جنتیا، بصحاف کاسه ها من ذهب از طلا، و اکواب نتور گلاسا می باشه از امید طلا، و فیها دری جنت، دری جنت ما آن چیزی است تشتهیه الانفس که نفس تقاضا داره، و تلذ الاعیون چشما از او لذت میبره. الله اکبر. چی تعبیر است؟ از اینکه در تعبیر بالا پیدا کرده میتونه تمام هستی را در بر میگیره، تمام هستی. از اینکه در دیگه تعبیری نداریم که همه نعمت ها را آدم گنجایش بده در یک تعبیر. از اینکه در تعبیری بالا نداریم. بس الله تبارک و تعالی میگه که فیها در جنت ما اون نعمت های است تشتهیه الانفس که نفس تقاضا میکند، دل میخواه، و تلذ الاعیون لذت میبره چشم از او. بس دیگه چی را میخوایی دیگه؟ بله در اونجا مردم ها شراب در دنیا خوش داشت، زنا را خوش داشت، اونجا هم است؟ نه، اونجا مراد مردم ها یکی است که روحی سالم داره، کسایی که روحی سالم، عقل سالم داره، هیچ وقت غذای نامطلوبه برای خود میخواه؟ نمیخواه. اونجا روحای سالم است، عقلای سالم است، غذای نامطلوبه نمیخواه. او در او جمله داخل نیست ما تشتهی. چرا؟ وجودشان سالم است، عقلشان سالم است، چیزای خراب و حرام نمیخواه. و انتم فیها خالدون، شما در این نعمت جنت همیشه هستی. و تلک الجنت التي، ای جنت، امو جنتی است اورثتموها که به میراث برای شما داده شده. این کلمه در کجا استعمال میشه؟ چیزی که به محنت، به آلایش بری تو در دستت برسه، نه تکلیف، نه رنج، نه مشقت، خود به خود ملکتی تو ثابت شوه. رنج ما، عمل ما در مقابل نعمت جنت هیچ است. هست یا نه؟ اگرچه الله تبارک و تعالی این جنت که بر ما داده در عوض امو اعمال ما داده، خو لیکن اعمال ما قطعی نعمت ها مقایسه شده میتونه؟ قطعا نه. از این خاطر قرآن میگه که اورثتموها بما کنتم تعملون، به سبب آن چیزی که شما عمل میکرده. اصلی سبب عمل است، خو لیکن این زیادات و فضل و احسان ای از جانب الله است. لکم فیها، برای شما در این جنت فاکهه میوه هاست، کثیرتون خیلی زیاد. چقدر زیاد؟ قرآن حدش نگذاشته. منها از این میوه ها تاکلون، شما میخوری برای لذتتان. الله نصیب ما کنه. ان المجرمین، یقینا کسایی که یک گناهگار است، معصیت کرده، نافرمانی کرده، مانای ازیره میده که ایمان در قلبش محکم نشده، مکمل خود تسلیم الله نکرده. فی عذاب جهنم، در عذاب جهنم است، خالدون همیشه، لا یفتر، سست نمیشه، سبک نمیشه، عنهم از یا امی عذاب جهنم موقع برشان نمیشه که کمی تفریح برشان داده شد. و هم فی مبلسون، این مردم های جهنم در سخت ناامید هستند که هیچ موقع برای راحت برشان داده نمیشه. و ما ظلمناهم، الله میگه الله میفرمه ما ظلم نکردیم سرشان، ولکن کانوا، لیکن بودن هم خودی از یا از ظالمون، ظالم بودن. چرا ظالم بودن؟ ما خبرش تمام چیزها را داده بودیم، همه چیزها را مقصدش برش بیان کرده بودیم، راه را نشان داده بودیم، لیکن یا لاسپیکر را میده کرد که آواز نبرایه، گروپ را میده کرد که روشنی نکنه، دروازه را میده کرد که یخ سردی داخل شوه، خودشان هم این کار را کرد. ما برش هر چیز داده بودیم. این مردم بود که نمیخواست. این ظالم میگه. و نادو، فریاد میکنن، آواز میده، یا مالک لیقضی علینا، در دیگه خزانه هم صدا، آخر در مالک، لیقضی علینا، باید فیصله کنه بالای ما ربک، پروردگاری تو. بگو به الله فیصله مرگ بکنه که ما بیخی بمریم. سخت است.
قرآن آدم میخونه بسیار مشکل مسئله است. یک حالت موقت عذاب دنیا را ما توان و طاقت نداریم. او عذابی که بالکل دائم است، مجبور است که آواز بده، آواز به مالک جهنم بده و بگوید که لیقضی علینا ربک، فیصله مرگ بکنه بالای ما پروردگار تو. قال انکم ماکثون، از او طرف هم ناامید میشی، برش گفته میشه شما همیشه باقی مانده نیستی در اینجا. لقد جئناکم بالحق، از طرف الله به زبان ملائک گفته میشه یا خود الله آواز میکنه، یقینا ما آورده بودیم برتان بالحق، دین واضح واقعی بالکل مشتمل به حق. ولكن اکثرکم للحق کارهون، لیکن اکثریت شما حق بد میدانسته، فرار از حق میکرده. ما خو حق آورده بودیم. ام ابرموا امرا، آیا یا محکم کردن بر خلاف پیغمبر امرا کدام کاری را؟ این مردم نه تنها که حق بد دانستن بلکه تلاش کردن که حق بیخکن کنه. هر روز در مقابل پیغمبر چی؟ مشوره، نقشه، پلان، سازش. هر روز ایرا چی طور کنیم، ایرا چی طور کنیم، ایرا چی طور کنیم، ایرا چی طور کنیم. مثل که عالی کل پلانا در مورد کی گرفته میشه؟ در مورد حق پرستا. هر جایی که میبینی چطور کنیم، این گپا چطور کنیم. والا و آبی پیدا شده، مردم بی مذهب کرده، رقم تبلیغات شروع میکنن. باز دیگه مشوره. الله میگه ام ابرموا، آیا محکم کردن بر خلاف پیغمبر امرن کدام کاری را؟ کدام کاری محکم کردن که پیغمبر از بین ببره؟ الله میگه فإنا مبرمون، یا میکنه یا نمیکنه. ما محکم کننده هستیم تدبیر خدا، نمیگذاریم که پیغمبر را یا از بین ببره، بلکه پیغمبر را در درجه کامیابیش میرسانیم. ام یحسبون انا لا نسمع، چی؟ یا سازشایی که میکنه هر طرف میدوه، مشوره ها میکنه، چی گمان داره؟ من نمیبینم شانه چی؟ ام یحسبون، آیا گمان داره الله انا یقینا ما لا نسمع، نمیشنویم سرهم، رازای از یاره، رازی از یاره. راز چی را میگه؟ گپی که در دل میپرورانه، تلاش میکنه کسی دیگه آگاه نشوه. از امو خاطر نقشه های شیطانی همیشه این همیتور پوشیده صورت میگیره که دیگه کس خبر نشوه. و نجواهم، مجلس های از یاره، جرگه های از یاره، کلش میبینیم چی میکنه چی نمیکنه. بلا چرانه و رسولنا لدیهم یکتبون، ما خود میبینیم لیکن دیگه قاصدای ما ملائک ما لدیهم در پیششان یکتبون، نوشته میکنه، ثبت که در آیسته حرکات از یاره، اعمال از یاره، ملائک هم مینویسه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام باز رد میکنه بله الله خو الله دیگه الله خو نیست، خو ابن الله است، رویداری الله است. یک چیزی الله برش داده عیسی، یک چیزی عالم مردم میگه اولیاء را اینطور فکر نکن الله برش برخه داده، الله برش عیسی داده، رویدار است. قرآن جواب میگه. این کدام جواب است؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کان للرحمن ولد، اگر باشه برای بالفرض و تقدیر برای الله رحمان ولد فانا اول العابدین، ما اول عبادت کننده هستم، اول تابعدار از او هستم. خو کی باشه خو نیسته. این را میگه تعلیق بالمحال. تعلیق در منطق یک دلیل است، او در دلیل مقدم و تالی برش میگه، تالی باطل میشه مقدم باطل. یک مثال براتون میگم که خب بفهمین. میگم اینطور میگم اگر این سنگ انسان باشه حتما گوینده است، ناطق است، مدرک معقولات است. اگر این سنگ انسان باشه ناطق است. لیکن تو میگی که نطق نمیکنه، که نطق نمیکنه خیر چی؟ انسان هم نیست که نطق نمیتونه. چرا؟ در بین انسان و نطق چی است؟ ملازمه است، لازم و ملزوم است، جدا نمیشه. اگر انسان است نطق میکنه، خب لیکن تو میبینی که نطق نمیکنه، پس انسان نیست. خب اگر ولد می بود پیغمبر اولا بر تابعداری و اطاعت ولدی کی را میکرد؟ الله را. لیکن پیغمبر تابعداری کرده؟ نکرده. ولد نیست، وجود نداره، ولد نیست. یک تعبیر است. دوم تعبیر ای دلیل و سند در دست خودش دادن که برو بپل که اینی طور چیزی وجود داره یا نداره. یک آدم دعوا داره میگه بله اصل وجود داره، کلپی تلا پیسر از جیب میکشی. نه، اول خریدارش مستم که بازار بگرده آخر پس بیایه خود اعتراف کنه که نیست.
خود اعتراف کنه که نیست. اینجا هم اینطور است. عجیب، شما میگی که رویدار است، شما میگی که الله ولد گرفته، نعوذ بالله نایب گرفته. حالا بیار در کجا؟ اول عبادت کننده مستم، سند و دلیل پیش کنه. اولیا هر طرف میره. همین مردم بگوی، بگو شما که میگی که برخوالاست، رویدار است، نازدان است، بیار سنده. اول تا بیدار مستم، شما دلیل بیاریم، من به سر و چشم در هر معامله نمی رقم برش بگوی. وی سنت است، سنت است، دلیل سنتیت بیار به سر و چشم. در یک دوران مرا وزیر گفت چرای دواره نمی کنی؟ من گفتم نیست دلیل. گفت من دلیل برات پیدا میکنم. من گفتم بس این گزی میدان، تو جناب برای من دلیل سنت پیدا کن، بس رو چشم. بالکل من هلا آخر یک ورق از رئیس تعلیمات اسلامی برام روان کردن که دلیل بالای خودشان بود. حواله در سر یک کتاب داده بود. من گفتم ایره برای چی دادی؟ از بودنش یا نبودنش؟ گفت بودنش. من گفتم خود نبودن است در کتاب. گفت نه، کتاب از سرش کشیدم بخوان. من گفتم عرق کد دیگه، خجالت کشید. من گفتم افسوس است که دیگه دلیل پیدا نکرده، سری خود دلیل پیدا کرده. بیچاره کام یک دلیل پیدا کرده، سری خود 10 دلیل دیگه است. اینی طور میگه، اینی طور میگه برو دلیل پیدا کو، بسر و چشم. تو میگی سنت است، من بسر و چشم عمل میکنم. تو میگی فرض است، من بسر و چشم. من خو مخالفت از فرض و سنت نمیکنم. خب به شرطی که بگوی دلیل. شما اگر میگی ولد است، بیار دلیلش. تو میگی قبر جور میکنه مرض، بیار دلیلش. تو بگو فقط دلیل بیار، باز من میپذیرم. ها؟ شمس تبریز چشم روز پایین میکرد، ماهی را سرش پخته میکرد، بیار دلیل. من قبول دارم، خود دلیل بیار. خونه میلاد است. چرا است؟ ابو لهب کسی در خواب دیده که عذاب سرش تخفیف است. خواب است کیسته؟ ابو لهب کیسته؟ او در کدام وقت بوده؟ دلیل بیار برای ما جناب. اینطور خو نمیشه که به خوابا ثابت کنی. اینجا مموتور است. قل بگوی پیامبر علیه السلام این کان للرحمن ولدن، اگر برای الله تبارک و تعالی ولد باشه، ولد حکمی نازدانه باشه که امرش سری الله میچله، به زور شما را سفارش کرده میتونه، فانا اول العابدین، اول اطاعت از من میکنم. خود دلیل بیاری. من قطع شما یک جا میشم. سبحانه، پاکیست از هر نوع شرک و عاجزی و نقص. رب السماوات، هیچ ضرورت نداره به ولد. چرا؟ مالک و متصرف آسمان هاست، والارض از زمین است. رب العرش، پروردگار عرش است که سر کل جهان احاطه کرده. الله محیط است بالای عرش، عرش در زیر فرمانش است. ضرورت به ولد کی داره؟ که در وقت ناکامیش قطعش کمک کنه. الله چی ضرورت داره؟ اما یصفون، پاک است الله اما از آن چیزی که یصفون این مردم بیان میکنه. فذرهم، پیغمبر علیه السلام با این قدر ارائه دلایل، با این قدر دلایل قناعت بخش، اگر یا بازم نمیپذیره، بازم رای قبرها را گرفته، هر روز در قبر میره، هر روز با پیر صاحب و آقا صاحب صدا کده میره. فذرهم، بگذار خودو که خب مشغول باشه، مصروف باشند دمی. و یلعبو، بازی کنه دمی. یلعبو ایمانا، وقتی خود از ضایع بکنه، هیچ چیزم در دست نبیاره. حتی یلاقو یومهم الذی، تا ای که روبروشان امرای او روزی که یوعدون، امرای از یا وعده کرده شده، باز اونجا معلوم میشه که گپ کجاست. آلی خو دلایل برش پیش میکنی. نه ما زوری از زیر دیدم. نه ما زوری از زیر دیدم. زوری شدیده بان که پشتش بره دیگه. و هو الذی، الله ذاتی است، فی السماء اله، که در آسمان هم معبود است. تمام ملائک فقط عبادت الله را میکنه. و فی الارض اله، در زمین هم همچنان معبود است. یعنی معبودای جدا نیست، رد میکنه بالای نظر دیگه. بعضی مشرکین میگفتن فلان منطقه معبودی علیده داره، آسمان معبودی علیده داره، زمین معبودی علیده. الله رد میکنه نه، اله یک اله است در هر جای. و هو الحکیم العلیم، الله حکیم است. خیر که در هر جای یک اله هست. چرا این کسایی که مخالفتش هم میکنه یار از بین نمیبره؟ نه، حکمت والاست، نمیکنه، امتحان است. و هو الحکیم، الله حکیم است، استوار است. معبودیتش، دلایل معبودیتش هیچ نوع تغییر و نسخ سرش نمیاد. العلیم، میداند تمام اراده ها را. و تبارک الذی، برکت دهنده است تو ذاتی که با برکت است تو ذاتی که له ملک السماوات، در اختیاری از اوست، خاص در اختیاری از اوست.
پادشاهی آسمان ها و الارض، از زمین و ما ملکت آسمان و زمین و ما بینهما، چیزی که در بین هر دوست. و عنده بنزد الله تبارک و تعالی علم الساعه، علم وقوع قیامت است که کی واقع میشه. و الیه ترجعون، خاص به سوی از او بازگشت شما کرده میشه. کدام ذات آدم پرستش کنه؟ همینطور ذاته که مالک آسمان و زمین و ما بینهما، علم قیامت هم قطعش و تو بازم طرف از او رجوع میکنی. کی را باید آدم پرستش کنه؟ ولا یملک الذین، نه ما خو را مستقل پرستش نمیکنیم، بلکه یارا سفارشی ها میدانیم، سفارشی ما را میکنه. الله میگه این سفارش تو از کجا پیدا کردی؟ ولا یملک الذین، در اختیار نداره او کسانی که یدعون، دو ترجمه میکنیم، در اختیار نداره او کسانی که یدعونهم، که یا یارا آواز میده در مشکلات و حاجتهای خود، من دونی بغیر از الله، امی کسا که معبود است در اختیار نداره الشفاعت، شفاعت کردن، به هیچ کس شفاعت کردن نمیتونه، الا من، مگر برای او کسی که شهد بالحق، که شاهدی میده به حق. کسی که شاهدی به حق داده، عقیده توحید داشته، او شفاعت کرده میتونه. و هم یعلمون، یا میدانه از حقیقت توحید، اونمو مردم شفاعت میتونه. حقیقت توحید بدانه او شاهدی به حق در دنیا داده باشه، اقرار توحید کرده باشه، این مردم شفاعت کرده میتونه. خو لیکن برای کی؟ برای کسی که عقیده توحید داشته باشه. یک ترجمه است. این یعنی سفارش کننده که معبودای از یاسته، یا بغیر از الله اختیارات شفاعت نداره، مگر که الله اذن بکنه و یا شفاعت در حق او کسایی میکنه که و موحدین است، که یا انبیاء علیهم السلام و شهدا و امگیسته، با وصفه که مردم او را معبود جور کرده بود. خو لیکن شفاعت به هر کس نمیکنه. یک. دوم، ولا یملک الذین یدعون، در اختیار نداره او کسایی که آوازا میده در مشکلاتای خود، در معبودای غیر الله، من دونی بغیر از الله، الشفاعت، حصول شفاعت، که شفاعت بری خود حاصل کنه از همون معبودای خود، الا من شهد بالحق، مگر او کسی که شاهدی داده باشه به توحید در دنیا، و هم یعلمون، او میدانستن حقیقت توحید، اونمو مردما بر شفاعت میشه به اذن الله تبارک و تعالی. که موحد نباشه شفاعت برش نمیشه. ولا ان سالتهم، اگر تو سوال کنی یارا، من خلقهم، کی خالقی از یاست، کی پیدا کرده یارا، لا یقولن الله، خامخا میگوین الله تبارک و تعالی وقتی خالق الله است، فانا تو یؤفکون، چگونه یا برگردانیده میشه از این حقیقتا. توحید ربوبیت دلیل است بالای توحید الوهیت. و قیله یا رب، قسم به گفتاری پیغمبر علیه السلام، قسم به این گفته پیغمبر علیه السلام. کدام گفتش؟ یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مأجورا، همون گپی که میگه که ای پروردگار قوم ما گرفته قرآن متروک. کدام است؟ مقوله چیست؟ جواب قسم چیست؟ قسم به گفتار پیغمبر که یا رب این هؤلاء، یقینا نمی مردم، قومی است، لا یؤمنون، که ایمان نمیاره. چرا؟ ضد داره، عناد داره، نمیپذیره. یک ترجمه ان هؤلاء جواب قسم شد، یا رب مقوله شد. خو یا رب چی گفته بود اونجا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ایرا گفته بود. دوم ترجمه و قیله، قسم به گفتاری پیغمبر، گفتارش کدام است؟ یا رب این هؤلاء قوم لا یؤمنون، که پروردگاری قوم ما ایمان نمیاره. جواب قسم محذوف است. و قیله، قسم به گفتاری پیغمبر علیه السلام که اینی گفتار است، چی است؟ این هؤلاء لمعاندون، امی کفار خیلی ضدی هستند که قدر دلایل برشان پیش میشه لیکن بازم ایمان نمیاره. خب فاصفح عنهم، وقتی که ایمان نمیاره، عناد و ضد داره، معلوم شد که نه ایمان آوردن از روی جهالت نیست، بیخبری نیست، از این خاطر نیست که تبلیغ برشان نشده، از این خاطر نیست که تو حقایق برملا نکرده ای، از این خاطر است که یا ضد داره، عناد داره. پس اینطور که است با معاندین چی رویه را اختیار کنه؟ فاصفح عنهم، رو بگردان از یا، یعنی از دوستی از یا، از محبت قطعی از یا، از دشنام و بدگویی از یا، اجنوا، سر و کار قطعش دیگه ترک کو. چرا؟ و قل بگو سلام، ایره سلامی متارکه میگه ما و شما دیگه سر و کاری نداریم، بریدم عقیده غلطیتان، سرنوشتتان باز میبینه. فسوف یعلمون، زود است که بدانه سرنوشت خدا، نتیجه کاری خدا که باز در کدام گپ مبتلا میشه، آیا این مردم ها در کدام سر حد میرسه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.